در دل قصرهای باشکوه روم، ملیکا از نسل قیصر و شمعون که از حواریون حضرت مسیح بود زندگی میکرد. دختری پاک، آرام و عاشق صلح. از همان کودکی دلش دنبال کسی بود که جهان را از تاریکی نجات دهد. کسی که بیاید و زمین را پر از عدل و نور کند. اما وقتی فقط 13 سالش بود، برخلاف میل دلش قرار شد با پسر عموی سلطنتیش ازدواج کند. ازدواجی با شکوه، با تخت‌های بلند و خطبه‌های رسمی. همه چیز آماده بود تا لحظه‌ای که داماد روی تخت نشست. تخت شکست، داماد افتاد و صدای شکستن سکوت قصر را لرزاند. اسقف‌ها گفتند این نشانه شومی است، اما قیصر روم اصرار داشت که عقد باید خوانده شود. دوباره خطبه شروع شد و دوباره همون اتفاق افتاد. تخت شکست، داماد افتاد و عقد منتفی شد. ملیکا با قلبی سبکتر از همیشه به اتاقش برگشت و آن شب خوابی دید. خوابی که مسیر زندگیش را برای همیشه تغییر